3 ماه تو به فکر این که بخوای از مارکت پول خوب به دست بیاری نباش. توی تمرینات خیلی راحت 3% رو گرفتی. اینجا یک کمی فرق میکنه ریلت با دموت، از لحاظ روانشناسی فرق میکنه، چون پولت پول واقعیه. پس بیا روزی 1% یعنی 1/3 تواناییت رو اینجا پیاده کن. میخوام 10% افزایش با این اکانت که یادتون هست روش ترید میزدیم، 3 تا ترید زده بودم روش. میخوام یک ترید دیگه بزنم روی طلا. اکانت هم اکانت بزرگیه، میخوام 10% افزایش بالانس بدم. از تایم 15 دیگه به حجم پوزیشنم اضافه نمی کنم و با همین 2 پوزیشن میخوام چیزی بیشتر از 10%. الان 20 لات دومی که زدم میتونه خیلی راحت تا 15 الی